سلام. امروز یک ویدیو تهیه میکنیم در مورد ای که این ماهی های گورامی چه قسمی تولید مثل میکنن. همینطور که میبینید ما در اکواریوم خود 2 عدد ماهی گورامی داریم. در این بالا که میبینید جفت نرش است و در پایین پشت سبزه ها جفت مادهش هستند. چند روز پیش ما متوجه شدیم که یک مقداری حبابا در بالای او تشکیل میشه و اونا را همین ماهی نر گورامی میسازه. خب ما هم به فکر شدیم که یک بار ببینیم که این ماهی نر گورامی چرا این حبابای او جور میکنه. خب وقتی که کمی مطالعه کردیم فهمیدیم که این حبابای او به خاطر از جور میشه که این آماده تخم گذاری شده و میخواین که تولید مثل انجام بدن. خب یک کمی در مورد از این صحبت میکنیم که این ماهی گورامی چه قسم پروسه تولید مثل تکثیرشون انجام میشه. در نخست همونطور که گفتم این ماهی گورامی نر در بالا مثلا اگر ببینیم بذار دیده میشه یا نه سطح او در بالا که ببینیم یک مقداری حبابای او ساخته. اول شروع میکنه به حبابای او ساختن و بعد از اون پروسه شروع میشه. خب چه قسم حبابای او میسازه؟ همینطور که کمیال میبینید میره در سطح او، جنس نر میره در بالای در سطح او میره، از اونجا یک مقدار هوا رو میگیره پس میاد پایین و در داخل دهانش با بزاق دهانش او هوا رو مخلوط میکنه و به همین قسم که در سطح او دیدیم حباب‌هایی رو میسازه که این حباب‌های او با زبالای او میتونن که بمانن، یک کمی ماندگاریش بیشتر میشه. و وقتی که یک مقداری لانه حبابی خود را در سطح آب ساخت بعد از او به سراغ ماهی ماده میره، گورامی ماده میره و او را مجبور میسازه که برای تخم ریزی خود آماده بسازن. خب ما فکر کنم دیروز پروسه رو دیدیم، متاسفانه نتونستیم ویدیو بگیریم ولی در موردش میتونیم صحبت کنیم که وقتی که لانه حبابی خود در بالا ساخت بعد گورامی ماده رو تشویقش کرد که بیاید می‌بینیم ماهی مادهش این جوره جفت مادهش گورامی ماده رو آورد به سمت زیر لانه حبابی که ساخته بود و خود را به یک شکل هلال شکل گرفت و ماهی ماده تخم‌ها را از خود در اون لحظه ایلا کرد و وقتی که تخم‌ها رها شد ماهی ماده ماهی نر به سمتی میرانیشه، فراریش میتونه که باید دور بره به خاطری که میگن امکان داره که این ماهی ماده خودش تخمای خودش بخوره. به همین خاطر این ماهی نر از زمانی که این پروسه انجام شده این ماهی ماده بیچاره رو دمی پشت همیشه از پشت به خاطر از اینکه سرزنش میشه و فراری دادن میشه و در پشت از سبزگک‌ها خود پنهان میکنه. یعنی این یک پروسه است که همه ماهی‌های گورامی انجام میدن. یعنی وقتی تخم گذاری انجام شد ماهی ماده به یک سمتی یا کناری از اکواریوم رانده میشه تا این پروسه از اینکه ماهی‌ها یا لارواها جمعی‌ها از داخل تخمشون برآیند تکمیل شد. خب ببینید همش این میره دوباره در سطح او یک مقداری دوباره اکسیژن میگیره، هوا رو میگیره، میاد در زیر آب دوباره او رو امروی آب دهانش جای میکنه و دوباره حبابک رو تشکیل میده. به خاطر از اینکه این حبابایی که اینجا از او میسازه از هوا میسازه اینا بعضی‌هاشون تلفات داره، خب میشکنه از بین میره و به خاطر که این حالت یک لانه برای تخم‌ها هستن باز این دوباره این ساخته میره. هر چقدر که کم میشه این گورامی نر دوباره ساخته میره. خب حالا تخم ها بسیار خرد هستن به این شکلی که ما حبابای او را میبینیم بیشترش در داخل از همین سبزه‌ای که در اینجا میبینیم جاسازی کرده، اکثریتش در داخل از این هستن و خاطر از اینکه این گورامی ها برای راحتی تخم گذاری کنن اینا همیشه یک جسم شناور یا گیاه شناور در سطح آب ضرورت دارن. حتما لازم نیست که یعنی یک گیاه طبیعی باشه. خب ما در داخل اکواریوم گیاهکای دیگه داریم ولی تو چیزی که شناور داره یا باشه نداشتیم. خب بنابراین ما یک حالت یک جلبک یا سبزه مصنوی داشتیم که من این رو در اینجا قرار دادم که یک پایه شوه یا یک کمک شوه که به خاطر که همیشه گورامی ها نیاز دارن که تخم های خود در اطراف یک چیز در بالای اون نگاه کنن. بنابراین ما این رو در اینجا قرار دادیم و همین گورامی به راحتی همین تخم ها رو با لانه های حبابی که ساخته در کنارکای از همون جمع کردن. خب این که گورامی ها بعد از چند روز تخمای از اینا به لاروا تبدیل میشه و چه وقت چوچک‌های ماهی از تخم بیرون میشن گفته شده که تقریبا 3 روز حداقل در بر میگیره که این لارواها تشکیل میشه، یعنی تخم‌ها به لاروا تبدیل میشن ولی از داخل حبابک‌ها بیرون نمیآین. بعضی از این لارواها یا چوچک‌های ماهی که از داخل تخم بیرون میشن توسط همین گورامی نر دوباره از پایانک‌ها یا هر جایی که اونا گم شدن دوباره جمع میشه، دوباره برشان یک حباب جور میکنه و اونا رو به شکل محفوظ در داخل حبابا قرار میده.
بعد از 3 روز همه لارواها بالاخره آستا آستا حبابک‌ها از بین میره و لارواها بیرون میشن. مسئولیت نگهداری این لارواها یا چوچکک‌های ماهی به عهده همین پدر هستن و امی گرامی نر اونا رو نگاه میکنن. اونا به شکل دسته جمعی یا گروهی شنا میکنن و تا مدت 3 روز دیگر ای از اونا مواظبت میکنن و اینا خب چون حیوان هستن با همین تلاش و کوشش و مراقبتی که این ماهی از چوچکک‌های خود انجام میدن، بازم میگن وقتی که این ماهی چوچکک‌هاش از داخل گروه بیرون شود و به طرف دیگه شنا کنن، اونا رو بعد از 3 روز دیگه میخورن. بنابراین اگر محیط مناسبی داشته باشیم میتونیم که این ماهی نر رو بعد از 3 روز از اکواریوم خارجش کنیم تا از این مشکل پیشگیری شود که خودش چوچای خودم نخورن. البته ما ماهی‌های دیگه‌ای هم داریم. خب ماهی‌های دیگه‌ای هم در اکواریوم هسته که امکان از اینکه از طریق از اینا هم خورده شده شاید وجود داشته باشه. ما فعلا منتظر هستیم که 3 روز سپری شه تا لارواهای ماهی‌ها رو ببینیم. بعد از اون تصمیم میگیریم که بالاخره چی باید کنیم. اون ماهی‌های کلان اینایی که امکان از این وجود داره که این توسط از یا خورده شود شاید برای یک مدت چند روزی تا که حداقل مثلا 15 روز که اونا به یک اندازه مناسبی میرسن و از شر خورده شدن اینا نجات پیدا میکنن، شاید ما بخوایم که برای 15 روز ماهی‌های دیگر از اکواریوم خارج کنیم. خب اگر لارواهایش توسط کمره ریکارد شدن میتونست، یعنی سایزشون کلانتر بود، ما براتون در ویدیوی دیگر چوچکک‌های ماهی را هم انشالله فیلم میگیریم. از تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.